نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا ولا فهم لنا إلا ما فهمت. سوره مبارکه محمد هست صلی الله علیه وسلم. سوره احقاف که آخرین سلسله از حوامیم بود، سوره های حوامیم سبعه، بعون الله سبحانه و تعالی تمام شد و سوره محمد به بعد تا سه سوره محمد، سوره فتح و سوره حجرات، اینها سوره های مدنی هستند. سوره های حوامیم سوره های مکی بودند و اینها سوره های مدنی هستند. در سوره های مکی مبحث توحید بود، مبحث یکتاپرستی بود. این بحث بود که شما در مشکلات خودتون، در نیازهای خودتون فقط خدای یگانه را فریاد بزنید، فقط از او استمداد بطلبید، از او کمک بگیرید. و در سوره محمد میخوانیم که بعد از اینکه توحید اثبات شد، بعد از اینکه ثابت شد که معبودانی که مشرکین اونها را فریاد میزدند، اون معبودان مالک هیچی نیستند، هیچ قدرتی ندارند، نه نفع و فایده به دست اونهاست، نه ضرر و زیان به دست اونهاست. لذا الان در سوره محمد اینو میخوانیم که شما مرد باشید و به خاطر اعلاء کلمت الله، به خاطر توحید، به خاطر پرچم توحید در راه خدا جهاد کنید. در سوره محمد موضوع جهاد است. در مدینه طیبه جهاد مشروع شده بود و اسم دیگر این سوره قتال هم است.
قتال به معنی جنگ با کفار، جهاد با کفار. این سوره مبارکه دو بخش است. بخش اول از اول سوره شروع میشه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله تا دو رکوع والله يعلم متقلبكم ومثواكم. تا اونجا بخش اول سوره هست که در این بخش خدای تعالی تقابل می فرماید، یعنی مقابل هم قرار می دهد عقاید کفار را و عقاید مؤمنین را، اعمال کفار را و اعمال مؤمنین را، نتیجه کفار را و نتیجه مؤمنین را. در این دو تا رکوع اول و در بخش اول سوره بیشتر تقابل و مقایسه هست و در آخر سوره بخش دوم که از و یقول الذین آمنو هست تا آخر سوره زجر و سرزنش هست، توبیخ هست بر منافقان. این مطلب بار بار خدمت شما گفته شده که هر سوره ای که در اون سوره موضوع جهاد است اونجا حتما زجر و توبیخ بر منافقان است، چون منافقان همیشه در امر جهاد مخل بودند. منافق همیشه از جهاد میترسه، از جهاد هراس داره، لذا برای جهاد راضی نیست. تمام احکام را میگه، نماز از شب بگو تا صبح میستم ولی نامی از جهاد نبر، چون منافق ایمان که نداره غیرت هم نداره، ترس داره. بنابراین در بخش دوم این سوره مبارکه زجر و توبیخ است، سرزنش و نکوهش است برای منافقین که اونجا میخوانیم. در پایان سوره احوال مشرکین هم بیان میشه. حال ابتدای سوره عرض کردم که مقایسه بین مؤمنین و کافرین. الله تعالی اول بیان میفرماید حال مشرکین را. الله میفرماید الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، آنانی که کفر کردند و باز داشتند از راه خدا. صد به معنی باز داشتن است، اما طلاب عزیز میدونن که این فعل هم به معنی لازم میشه هم به معنی متعدی. باز داشتن دو نوع است، یکی که خود را باز داشتن، خودشون به راه خدا نرفتن، و یکی اینکه دیگران را باز داشتن. خود را باز داشتن میشه ضلال، دیگران را باز داشتن میشه اضلال، دیگران را گمراه کردن. پس هر دو معنا میتونه باشه، خودشون به راه خدا نرفتن یا اینکه مانع دیگران میشدن، تو گوش دیگران میخواندن، برای دیگران تبلیغ میکردند که نروید. وصدوا عن سبیل الله، کسانی که کفر کردند و از راه خدا باز آمدند یا باز داشتند. اضل اعمالهم، این نتیجه هست. اضل اعمالهم، گمراه کرد اینجا به معنی نابود کردن است و ضایع کردن است. اعمال اونها را خدای عزوجل ضایع میگرداند، اعمال اونها پوچ میشه. ما خدمت شما قبلا هم این مطلب را عرض کردیم که کفار و مشرکین در دنیا هر چی عمل خیر داشته باشند، هر چقدر نیکی بکنند، خدمت بکنند، برای بشر خدمت بکنند، برای حقوق بشر کار بکنند، چون که ایمان ندارند، چون که نسبت به خداوند عزوجل کفر دارند، اعمال اونها هیچ ارزشی ندارد. خداوند اعمال اونها را برباد میکند، تباه میکند. البته امکان داره در دنیا نتیجه عمل کرد خودشون را ببینند. در دنیا مثلا شیطان هم کافر بود، ابا واستکبر و کان من الکافرین، اما دعا کرد، گفت خدایا من زنده نگه دار. دعایش کامل قبول نشد ولی تا یک حدی قبول شد. خدا گفت باشه، انک من المنظرین الى یوم وقت معلوم، تو را من مهلت میدم تا یک وقت مشخص. مشرکین هم دعا کردند، استغفار کردند، خدا عذابشون نداد. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، اونا که استغفار میکنند خدا عذابشون
نمیده. پس امکان داره گاهی کافر مشرک طبق همون عقیده شرکی خودش دعایی بخواند، مناجاتی بخواند، این دعا در دنیا برایش مفید واقع بشه ولی برای آخرت نه. اینجا هم خدا میفرماید که کفار اعمالشان برباده، اضل اعمالهم، خدا اعمالشون را برباد کرده. به این معنی هست که هیچ ثوابی، هیچ نیکی برایشون نوشته نمیشه. خداوند عزوجل در سوره کهف میفرماید فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، در روز قیامت اصلا ترازوی برای اونها گذاشته نمیشه، وزن عملی نیست، چون عملشون اعتبار نداره. کسی که کفر داره عملش چه اعتباری داره؟ هرچند که اختراع بکنه، برق بسازه، هواپیما درست بکنه، برای بشر خدمت بکنه، به خدا که ایمان نداره عملش فایده ای نداره. اما در مقابل مؤمنین این نتیجه کفر و عمل کفار بود. اما مؤمنین عرض کردم اینجا تقابل است، مقایسه است. الله می فرماید والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. خب مشرکین یهودی ها هم میگفتن ما ایمان داریم و عمل صالح انجام میدیم، اما نه، ایمان به محمد صلی الله علیه و سلم و آمنوا بما نزل علی محمد، و کسانی که ایمان آوردند به آن کتابی که نازل شده بر محمد صلی الله علیه و سلم، ایمان به قرآن. و هو الحق من ربهم، در حالی که این حق است از جانب رب، از جانب پروردگارشان هست. پس کسانی که به قرآن ایمان آوردند، به توحید ایمان آوردند، عمل صالح انجام دادند، درباره اینها الله می فرماید دو تا نتیجه. اول کفر عنهم سیئاتهم، الله عزوجل به برکت همین ایمان و عمل صالح اعمال سیئه و اعمال بد اونها را کفاره میگرداند. کفاره میگرداند یعنی خداوند محو میکنه، نابود میکنه عمل بدشون را. کسانی که کار نیک میکنن، این نیکی ها بدی ها را چی میکنه؟ از بین میبره. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات را از بین میبرند. اگر یه وقتی گناهی کردی، اشتباهی کردی، با همین وضو هم گناهت میریزه، با قدمی که به طرف مسجد میری هم خداوند عزوجل پاکت میکنه، با روزه‌ای که میگیری الله شستشویت میکنه، با حج که میری هیچ چی دیگه بر بدنت گناه نمیمونه. که طفل ولدته امه میشی، مانند یک طفلی که تازه مادر او را به دنیا آورده چنان پاک و صاف میشی. لذا الله عزوجل به برکت ایمان، به برکت عمل صالح سیئات را، گناهان را هم چی میکند؟ کفاره میفرماید. کفر عنهم سیئاتهم، الله از آنها سیئات را کفاره میگرداند. و اصلح بالهم، الله حالشان را اصلاح میفرماید، حالشان را درست میفرماید، یعنی حالشون در آخرت خوب میشه. چرا؟ این نتیجه خوب برای مؤمن و اون نتیجه بد که قبلا خواندیم برای کافر. الله می فرماید ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، این به سبب این هست، به این علت هست که کسانی که کفر کردند آنها تبعیت میکنند از باطل، اونا تابع باطلند، پیرو باطلند. اما مؤمنین وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اما کسانی که ایمان دارند آنها پیرو حق هستند از جانب ربشان. اهل ایمان تابع رب، تابع حق، تابع قرآن هست، این سبب موفقیتش میشه. كذلك يضرب الله للناس امثالهم، این چنین بیان میکند خداوند برای مردم و برای فایده مردم، امثالهم
امثال اونها را، مثالهای اونها را، اوصاف اونها را که مردم بدونند راه خوب را انتخاب کنند. علی ای حال تقابلی بود، مقایسه بود بین عمل مؤمن و عمل کافر. حال الله عزوجل موضوع سوره را که موضوع سوره جهاد است به مؤمن میگه ای مؤمن، ای مسلمان، وظیفه تو هست که با دشمنان خدا بجنگی، گردنشون را بزنی. موضوع سوره را بعد از این مقدمه بیان میفرماید. الله میفرماید فاذا لقیتم الذین کفروا، زمانی که شما ملاقات کردید، برخورد کردید، مواجه شدید با کسانی که کفر کردند، فضرب الرقاب، پس گردن زدن، ای فضربوا ضرب الرقاب، بزنید گردنهایشون را. دشمنان دین وقتی که در مقابل شما می آیند و به مبارزه شما می آیند، گردنهایشون را بزنید. حتی اذا اثخنتموهم، حتی که وقتی که خونشون را ریختید و اونها را شکست دادید، فشد الوثاق. فشد الوثاق یعنی محکم اونها را ببندید، اسیرشون بکنید، بلکه اونها را دست و پایشون را محکم ببندید، اسیر شما باشد. حال شما اختیار دارید، فاما منن بعد و اما فداء، بعد از اون یا بر اونها منت بگذارید یا فدیه. یعنی اسیر را انسان میتونه منت بگذاره که من این یکی طلب من، تو را آزاد کردم برو، ولی بدان که بدهکار من هستی. این میشه منت. در آینده چنین مسئله‌ای که پیش بیاد، خب اون خودش را وامدار میداند. یا اینکه و اما فدان، یا فدیه ازش بگیر، یه چیزی ازش بگیر و آزادش کن. هزینه های جهاد را بگیر، هزینه های مجاهدین را بگیر. این را هم الله عزوجل اجازه داده. تا که این برخورد باید با دشمنان باشد؟ حتی تضع الحرب اوزارها، حتی که جنگ بگذارد بارش را. بار جنگ یعنی منظور اسلحه جنگی به زمین گذاشته بشه. تا چه زمانی اسلحه جنگی به زمین گذاشته میشه؟ با اسلام یا استسلام، یا دشمن مسلمان بشه یا تسلیم بشه. اما خدمت شما عرض کردم حتما مسلمان بشه این لازم نیست، اسلام جبر ما نمیخوایم. تسلیم بشه هم کافیه. تسلیم بشه یعنی بر علیه مسلمانان فتنه انگیزی نکنه، فساد نکنه، قانون دین را بپذیره، قانون اسلام را بپذیره، به عنوان یک شهروند عادی زندگی بکنه. بله، ذالک ولو یشاء الله، ذالک ای افعلوا ذالک، ای مسلمان این کار را شما بکنید، این وظیفه شماست. باید مسلمان در امر جهاد کوتاهی نکند، این وظیفه را انجام بده. خداوند میفرماید اگر من خدا میخواستم خودم انتقام میگرفتم، خودم دشمنان خودم را نیست و نابود میکردم، اما خدا میخواد شما را امتحان بکنی. ما گاهی همینطور با خودمون فکر میکنیم، فکر نیست، وسواسه. مایی که بزدل هستیم میگیم خب خدا چرا این حکم را، جهاد را چی کرده، لازم کرده. این فلسفه جهاد. خداوند مگه قادر نیست خودش دشمنان خودش را بزند؟ این همون خواسته بنی اسرائیلی است. به موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا، شما و پروردگارت برو بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم. اونا دلشون میخواست که همه کار را خداوند فراهم بکنه، دشمنان را نیست و نابود بکنه، اونها را بگه بفرمایید الان شهر تحویل شما، بیاید بشینید حکومت کنید. ماها هم گاهی همین انتظار را داریم. گاهی وقتی که میبینیم دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن فعالیت میکنن بر علیه دین، ما که خیلی ناراحت میشیم. ما میگیم خدا خودش بزنه اینها را. اگر خدا خودش بزنه پس من و تو را چرا پیدا کرده؟ من و شما را چرا خدا خلق کرده؟ خدا میخواد که من و تو بزنیم، خدا من و تو را کمک میکنه.
لذا اینجا هم الله میفرماید ولکن لیبلو بعضکم ببعض. الله اگر میخواست خودش انتقام میگرفت، خودش میزد، ولی خدا خودش نمیزنه. خدا میخواد ما را امتحان بکنه چقدر غیرت داریم، چقدر برای دین کمر میبندیم، چقدر دین خدا را دوست داریم که جان و مال تقدیم بکنیم. اون وقت ببین خدا با تو چیکار میکنه. وقتی که تو تقدیم کنی مال و جان را، در این دنیا هم کمکت میکنه، در اون دنیا که هم عیش. لذا الله می فرماید ولکن اگر ولو شاء الله لانتصر منهم، اگر خدا میخواست خودش انتقام میگرفت از دشمنانش، اما این کار را نکرد. خدا خود به میدان نمی آید، رسول الله صلی الله علیه وسلم را میگه سپاهت را بردار، مسلمانان را بردار، برو. ببینه خدا میخواد ظاهر بکنه کی منافق میترسه، مثل عبدالله ابن ابی بهانه میاره، عقب نشینی میکنه، کی جانانه می جنگه، شهید میشه، غازی میشه، موفق میشه. بعد ببین تو قرآن چقدر خدا از صحابه تعریف میکنه، چقدر منافقین را الله مذمت میکنه. ما هم پیروان همون نبی هستیم، ما هم دنبال روی همون صحابه هستیم. لذا امروز اگر ما این شهامت را نداریم که بجنگیم، اگر این شهامت را نداریم که در مقابل دشمنان قرآن، دشمنان دین ایستادگی بکنیم، اگر این شهامت را نداریم، بر علیه اونهایی که شهامت دارند حرف نزنیم، حداقل اونها را رد نکنیم، براشون دعا بکنیم، اگر میتونیم کمک بکنیم، اگر میتونیم خود به میدان بریم. لذا الله می فرماید ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر الله میخواست از اونها خودش از دشمنان، از کفار انتقام میگرفت. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اما الله میخواد بیازماید، آزمایش بکند بعضی از شما را به وسیله بعضی، ببیند که مؤمن واقعی کیه. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، این ترغیب به سوی جهاد است و حکمت جهاد. الله می فرماید کسانی که کشته می شوند در راه الله، کسی که خون تقدیم می کند، جان تقدیم می کند، مال تقدیم می کند، الله می فرماید فلن یضل اعمالهم، هرگز اعمالشان ضایع نمیشه. این از خودگذشتگی که داشته، این که تمام مال را در راه خدا تقدیم کرده، این که جان داده به خاطر دین خدا، خدا این ضایع میکنه؟ سبحان الله. خدا به این چنان درجاتی میده که بقیه حسرت بخورن، بقیه غبطه بخورن که اون به کجا رسید و من کجا موندم. لذا الله عزوجل در روز قیامت چیکار میکنه؟ سیهدیهم، ان قریب خدا اونها را راهنمایی میکنه. چطور راهنمایی میکنه؟ چطور هدایت میکنه؟ این که کشته شده، شهید شده، نیاز به هدایت داره. منظور از این هدایت راهنمایی کردن به سوی بهشت است. سیهدیهم، آنها را خداوند به سوی بهشت راهنمایی میکنه، مستقیم میروند به جنت الفردوس. یا بعضی گفتن سیهدیهم به این معنی هست که خداوند عزوجل در جواب فرشته ها و در جواب بازجوها که منکر و نکیر هستند، خدای عزوجل اینها را خوب راهنمایی میکنه، اونجا خوب جواب میدهند. و یصلح بالهم، خداوند بالهم به معنی حالهم، خدا حال اونها را اصلاح میکنه، حال اونها را اصلاح میکنه. یعنی چه؟ یعنی در تمام مواقع آخرت، در قبر، در حشر، در نشر، در پل صراط، در همه جا، اینهایی که برای خدا جان دادند، برای خدا قربانی دادند، الله عزوجل احوال اینها را اصلاح میکنه. من شما شاید لرزه براندام بشیم، وحشت داشته باشیم، اما اونها دلشون قرصه. و یدخلهم الجنه عرفها لهم، الله عزوجل اونها را وارد بهشت میکنه، داخل بهشت میکنه. عرفها لهم ای عینها لهم، بهشت را خداوند برای اونها معین کرده، مشخص کرده. لذا اینهایی که در راه خدا جان میدند، اینهایی که در راه خدا خون میدند، اونهایی که در راه خدا مال میدند، اونهایی که در راه خدا قربانی میدند،
ببین خدا چقدر تعریفشون میکنه. بس الله عزوجل اون مسلمانی را دوست داره که واقعا همه چیزش را برای خدا، برای دین خدا فدا بکنه. خداوند چنین ایمانی به ما بده که ما واقعا از هیچ چیزی دریغ نکنیم. بعد از این الله عزوجل صفات دیگری از مؤمنین را بیان می‌فرماید و تشویق دیگری برای جهاد و برای فعالیت در راه الله است. الله می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این صفات مؤمنین است. عرض کردم در بخش اول این سوره همش تقابل، همش مقایسه بین صفات مؤمنین و صفات کافرین. الله می فرماید ای مؤمنین، ای کسانی که شما به وحدانیت الله ایمان دارید، ان تنصروا الله، اگر شما یاری کنید الله را، منظور دین خداست. تنصروا الله ای تنصروا دین الله، اگر شما حامی دین خدا باشید، شما یار و یاور دین خدا باشید، ینصرکم، الله هم شما را کمک میکند. الله شما را ضایع نمیکنه. شما به خاطر دین آستین بالا زدی، به خاطر دین همت میکنی، به خاطر دین مال خرج میکنی، جان تقدیم میکنی، خدا هم تو را ضایع نمیکند، خدا هم تو را رها نمیکند. و یثبت اقدامکم، این در دنیاست. در آخرت که بعدا میاد، قبلا هم آمد. و یثبت اقدامکم، در دنیا خداوند به شما ثبات قدمی نصیب میفرماید. شما متزلزل نمیشید، شما نمیترسید، شما بزدل نمیشید، شما ثابت قدم میمانید، از هیچ کس خوف و هراسی ندارید. اما در مقابل کفار مشرکین والذین کفروا فتعسا لهم، کسانی که راه کفر را انتخاب کردند هلاکت برای اونها. و اضل اعمالهم، خداوند اعمال اونها را، اگر عمل نیکی داشته، اگر خدمتی برای بشر کرده، اگر خدمتی برای انسان کرده، اگر برای جامعه خدمتی داشته، جاده ساخته، فلان کارها را کرده، الله میفرماید و اضل اعمالهم، چون که به خدا ایمان نداشته، اعمال اونها را خدا تباه میکند، اعمال اونها را خدا ضایع میکند. ذلك بانهم، چرا؟ این بیچاره این همه زحمت کشیده، در راه حقوق بشر کار کرده، به عرض کنم که در مؤسسات خیریه به مستمندان رسیدگی کرده. الله میفرماید به خاطر اینکه به قرآن من، به کتاب من ایمان نداشته. ذلك بانهم کرهوا ما نزل الله، این به سبب این است که اینها ما نزل الله را، یعنی قرآن را، آنچه که خدا نازل کرده او را نمیپسندند، قرآن را دوست ندارند. کسی دشمن قرآن باشه، هر چی کار بکنه، هر چی خدمت بکنه، فاحبط اعمالهم، اعمال اونها را الله حبط فرموده، تباه فرموده، از بین برده خدای عزوجل اعمالشان را. حال الله عزوجل نمونه ها نشون میده. ببینید در گذشته هم انسان ها بودن چون به خدا ایمان نداشتند، چون به توحید ایمان نداشتند، چون به کتاب های آسمانی ایمان نداشتند، نتیجهشون چه شد؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا، الله می فرماید آیا سیر نمی کنند بندگان من، آیا نمی گردند زمین در زمین مسافرت نمی کنند؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینند، تماشا بکنند چگونه بود انجام و عاقبت کسانی که قبل از اینها بودند. نتیجهشون چه بود؟ اونهایی که خدا را قبول نداشتند، چند هزار سال پیش بودند، چند صد سال پیش بودند، کجا رفتند؟ دمر الله علیهم، خداوند بر آنها همه چیز را خراب کرد، همه چیزشون را خدا نابود کرد. نشانه های قوم عاد، قوم ثمود و اقوام دیگر. لذا الله می فرماید وللکافرین امثالها، برای این کفار موجود هم انجام بد شبیه همون انجام خواهد بود. اینها هم آخر به
گرفت و مؤاخذه الهی گرفتار میشوند، سرنوشتشون همون خواهد شد. چرا؟ ذلك بأن الله مولا الذين آمنوا، این به دلیل این است که خداوند، شما یقین کنید که خداوند مولای مؤمنین هست، به معنای حامی مؤمنین هست. و ان الكافرین لا مولا لهم، اما کفار مولای ندارند، کفار حامی ندارند. لذا خداوند بندگان مؤمن خودش را، بندگان دیندار و متقی خودش را حمایت می کند، هم در این دنیا ثبات قدمی، هم در اون دنیا بهشت. اما کفار مولای ندارند چون خدا را قبول ندارند. از این آیات و از جملات زیبای همین آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم در جنگ احد استفاده کردند. زمانی که مسلمانان به دلیل بعضی اشتباهات خودشون لغزیدند و در وهله اول شکست خوردند، تعداد زیادی از بهترین مسلمان ها شهید شد. سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شد و مسلمانان در دامنه احد گریختند، رفتند. بعضی ها خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتند و آن حضرت صلی الله علیه وسلم روی کوه احد بودند، بر بالای کوه بودند، پایین کوه کفار بودند. اون زمان خالد ابن ولید بود، ابو سفیان بود رضی الله عنهما، هنوز ایمان نیاورده بودند و کفار اینجا پایین بودند. متوجه شدند که مسلمانان سر کوه هستند. اینجا ابو سفیان میخواست نشون بده پیروزی خودش را و شعار میداد، میگفت که اعلو هبل، اعلو هبل. هبل بتشون بود. هبل امروز سربلندی، عزت مال تو هست، تو موفق شدی، تو پیروز شدی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابه دستور داد جوابشون بدید، الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل. شما میگید اعلا هبل در حالی که خداوند بزرگتر و اعلاتر و الله عزوجل جلیلتر است، بزرگتر است. وقتی که این جواب را به ابو سفیان دادن، ابو سفیان در جواب گفت لنا عزا ولا عزا لکم، ما عزایی داریم. عزا بتشون بود، خدایشون بود، شما عزایی ندارید، امروز شکست خوردید. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود جوابشون بدید لنا مولا ولا مولا لکم، ما مولایی داریم، ما حامی داریم، شما ندارید. ما خدایی داریم که از ما حمایت میکند. بعد از این مسلمان ها تقویت شدن با این شعارها، با این آیات الهی حمله کردن. بعد کفار فرار کردند و دیگه میدان را گذاشتن. لذا اینجا الله عزوجل خودش اعلام فرموده ذالک بان الله مولا الذین آمنوا، بدین سبب است، به این علت است که خدای عزوجل مولا یعنی حامی مؤمنین هست. و ان الکافرین لا مولا لهم، اما کافرین هیچ مولای برایشون نیست، مولای ندارند، حامی ندارند. خب بعد از این صفات که صفات هم کافرین ذکر شد، هم صفات مؤمنین و مجاهدین، حال خدای عزوجل نتیجه صفات را بیان می فرماید، بهشت را. و باز مقایسه هست از نظر حالت اخروی. ببینید در آخرت مؤمنین چه جایگاهی دارند، کفار چه جایگاهی دارند، آیا اینها با هم برابرند؟ الله می فرماید ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدون شک الله داخل می گرداند مؤمنین را، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. کجا؟ جنات تجری من تحتها الانهار، الله آنها را وارد می کند به بهشتی، به جناتی که جاری است از زیر اشجار اون جنات و از زیر کاخها و قصورش نارها. اما مشرکین اونا هم مغمشون بهشت نیست، اونا اعتقادی به آخرت ندارن، اونا هم مغمشون خوردنوش تو همین دنیاست. ببینید امروز متاسفانه مسلمان
همین صفت را داره. خدای تعالی این صفت را بیان میکنه، میگه که کفار چنان تو این دنیا دنبال مادیات هستند، دنبال سفره رنگین هستند، دنبال شکم و خوردنوش هستند که اصلا گویا کاری دیگه برایشون نیست. ولی مسلمان متاسفانه همین طور شده. مسلمان همش بدو، همش کار، همش زحمت، همش دنبال مادیت. گاهی مسلمانی را میبینی فکر میکنی که اصلا این دیگه غمی نداره که یه آخرتی هست، قیامتی هست، پاسخگویی هست. نه فرصت برای نماز داره، نه فرصت برای حج و روزه داره، برای بقیه احکام داره. و اگر نمازی میخونه چنان نمازی میخونه که گویا لشکری تعقیبش میکنه، چنان با سرعت، چنان با عجله. اما در مسائل مادی، در مسائل تجاری، در مسائل کاری چنان با اطمینان، چنان با مهارت مشغول از شب و روز درآمد، شب و روز جمع کردن. لذا این صفت که در قرآن بیان شده مال کافر است. الله می فرماید والذین کفروا یتمتعون، کسانی که کفر کردند اونها در دنیا فقط به دنبال بهره‌گیری هستند، به دنبال تمتع، استفاده کردن از مادیات، لباس خوب، غذای خوب، بلا تشبیه همسر زیبا و خوب، ساختمان خوب، سواری خوب. لذا الله می فرماید و یأکلون کما تأکل الانعام، میخورند همان گونه که چارپایان میخورند. چارپایان میخورند، هیچ فکری دیگه ندارند. چارپا میگه فقط شکمم سیر بشه. کفار همچنین، فقط دنبال سفره خوب و غذای خوب، بعد از اون پاسخگویی اصلا. اما مسلمان نه، مسلمان به فکر عبادت است، به فکر رضای مولاست. الله می فرماید و یأکلون کما تأکل الانعام، میخورند کفار همان گونه که چار پایان میخورند. و النار مثوی لهم، نتیجه آتش جهنم جایگاهشون هست، جایگاهشون، مرجعشون که بر میگردن به کجا؟ به آتش جهنم. اعاذنا الله. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك. اینجا خدای عزوجل تخویف دنیوی بیان می فرماید، بیم میده از عذاب دنیا. اینهایی که اینقدر دنبال مادیات هستند، دنبال فقط شکم هستند، به خدا ایمان ندارند. کفار منظوره. الله عزوجل می فرماید خیلی ها بودند که از اینها گردن کلفتر، از اینها قویتر، از اینها پولدارتر، از اینها همه چیزشون بیشتر. اما خداوند وقتی که زمان نابودیشون فرا رسید نابودشون کرد. امروز هم شاید بعضی شما دشمنان دین را، دشمنان مسلمان ها را که کارشون شب و روز ظلم و ستم هست بر مسلمان ها، شب و روز نقشه میکشند چگونه مظلومین را، چگونه دعوتگران حق را، صدایشون را خاموش بکنند، شب و روز به نام تروریسم و انواع القاب مسلمان ها را تارومار میکنند. ما فکر میکنیم خدا اینا را کی مؤاخذه میکنه. این آیات باید ما را تسلی بده، اینا تشفی بخشه. الله میفرماید از اینها گنده‌ترهایشون هم چی شدند؟ نابود شدند. فرعون را انسان فکر میکنه چنان قدرتی داشت که دعوای خدایمی که انا ربکم الاعلی ادعا میکرد. اما خدا وقتی که نابود کرد، از بین برد، امروز به عنوان یک افسانه ازش یاد میشه. اینها هم به تاریخ میپیوندند. الله میفرماید و کأی من قریة هی اشد قوة من قریتک التي اخرجتک. ای محمد رسول الله، اینجا خطاب رسول الله است، چقدر قریه ها بودند، چقدر شهرها بودند، هی اشد قوة، که اون شهرها قویتر بودند، شدیدتر بودند از نظر قدرت، از نظر جسمی، مالی، قومی، اقتصادی. من قریتک التي اخرجتک، از این قریه شما، از این شهر شما، از این مکه شما، که از این شهری که شما را بیرون کردند.
اهل مکه شما رو بیرون کردند، از این شهرهای اونها قویتر بودند، شهرهای اونها آبادتر بودند، مردمانشون هم قویتر بودند. اما الله می فرماید اهلکناهم، ما اونها را هلاک کردیم با عذاب خودمون، فلا ناصر لهم، ناصری برای اونها نبود، یاوری برای اونها نبود، کسی کمکشون نکرد. لذا نوبت اینها هم فرا می رسد. افمن کان علی بینة من ربه کمن زین له سوء عمله. باز هم مقایسه، آیا اون مؤمنی که بر بینه هست از جانب ربش، بینه چیه؟ قرآن، یعنی مؤمنی که قرآن را دارد، خدا را دارد، با قرآن زندگی می کند، این مؤمن کمن زین له سوء عمله، مثل اون کافری هست که عملکرد سوءش برش مزین و آراسته شده. اینا مثل هم هستند. اون کافری که واتبعوا اهواءهم، اون کفاری که دنبال خواهشات خودشون هستند، پیرو هوای نفس هستند. لذا این مؤمن با اون کافر برابر؟ هرگز نه. خداوند برای این مؤمن چی آماده کرده؟ ببین برای اون کافر چی آماده کرده. مثل الجنة التي وعد المتقون، الله می فرماید صفت اون بهشتی که وعده داده شدن متقیان. صفت اون بهشت، چه امکاناتی، چه تشکیلاتی تو اون بهشت هست. من جمله فیها انهار من ماء غیر آسن، در اون بهشت نهرهایی هست از آب زلال شیرین، غیر آسن، که هیچ نوع تغییری، تعفنی در اون آب نمیاد. آب متغیر نمیشه، رنگش، بویش، طعمش بسیار صاف، شفاف، زلال. این یک نوع نهر. نهر دوم و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، و همچنین در اون بهشت نهرهایی هست، جویبارهایی هست از شیر، شیری که لم یتغیر طعمه، طعمش متغیر نمیشه. سوم و انهار من خمر لذت للشاربین، و همچنین نهرهای از شراب، از می که موجب لذت میشه برای شاربین، برای کسانی که بنوشند. شراب دنیا موجب سرگیچه میشه، انسان سرش میچرخه، دور میزنه، سرگیچه پیدا میکنه، چه بسا سردرد هم پیدا میشه. اما اونجا نه، اون باعث لذته، باعث لطف و حلاوته. و انهار من عسل مصفا، الله می فرماید برای این انسان ها نهرهای دیگری هست از عسل صاف، عسل خالص، عسلی که تو دنیا هر که میگیره ناخالصه، اونجا خالص. ولهم فیها من کل الثمرات، علاوه از این برای بهشتیان از هر نوع میوه ها. اما بالاتر از این بهشت روحانی است. اینها همه بهشت جسمانی بودند، این منافع به جسم ما برمیگرده. اما بهشت معنوی و بهشت روحانی بالاتر. اون چیه؟ و مغفرت من ربهم، مغفرتی از جانب ربشون هم برایشون هست. انسان اشتباهاتی که در زندگی داشته، گناهانی که در زندگی داشته، نه اینکه اونجا فقط بخشیده میشه، حتی به خاطر اینکه انسان خجل نشه، حتی یک بار یادآوری هم نمیشه فلان وقت فلان گناه را کرد. یک بار حتی به انسان گوش زد نمیشه، یادآوری نمیشه. فقط به صورت خلاصه الله اعلام مغفرت میکنه، هر چی بوده تمام شده، پرونده بسته شد، بخشیده شدی. این برای انسان ارزشمنده، این واقعا شرف بزرگی است. لذا الله می فرماید و مغفرت من ربهم، مغفرتی از جانب ربشان. خب آیا این بهشت با این نعمت ها، این امتیازات که برای یک مؤمن هست، کمن هو خالد فی النار، مثال این انسان
مثل اون انسانی خواهد بود که همیشه تو آتش دست و پا میزنه، آه و فغان داره، داد و فریاد داره. و سقوا ماء حمیما، اون انسان بدبخت که آب جوش داده میشه و نوشانده میشه. فقطع امعاءهم، امعای اونها را، روده های اونها را تکه تکه میکنه اون آب جوش. آیا اینها با هم برابرند؟ هرگز برابر نیستند. خداوند این مقایسه را فرموده، هم مقایسه از نظر دنیا قبلا بود، این مقایسه از نظر آخرت است. لذا الان تو کسی که قرآن میخوانی انتخاب کن از این دو تا راه، از این دو مسیر یکی را برای خودت بردار. و منهم من یستمع الیک. بعد از این خداوند در رابطه با منافقین این سخنها را میشنیدن اما باور نمیکردن. خیلی ها هستن که یقینشون، ایمانشون ضعیف. اگر انسان باور بکنه در جا باید انسان تغییر مسیر بده، تجدید نظر بکنه. اما الله عزوجل اینجا سرزنش میفرماید، زجر بیان میفرماید برای منافقین که اینها را گوش میکنند و باور ندارند. و منهم من یستمع الیک. بعضی از اینها هستند استماع میکنند، گوش میکنند سخن شما را. حتی اذا خرجوا من عندک، حتی زمانی که اینها خارج میشوند از محضر شما ای رسول الله. قالوا للذین اوتوا العلم، اینها میگویند به اهل علم صحابه، به بزرگان صحابه، به اونهایی که علم دارند، علم داده شدند. ماذا قال آنفا، چه فرمود الان؟ به تمسخر میگن، میخوام بنشون بدن که ما هم گوش کردیم، ما هم مسلمانیم. میگن پیغمبر چی گفت؟ ماذا قال آنفا. الله میفرماید این انسان ها کسانی هستند که مهر جباریت و مهر محرومیت بر دلشون خورده. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، الله عزوجل بر دلهایشون مهر زده. چرا؟ و تبعوا اهواءهم، اینها پیروی کردند از خواهشاتشان، اینها دنبال هوای نفس. خیلی خطرناک الله از هوای نفس نجات بده همه را. هوای نفس انسان را به نفاق میکشه، به کفر میبره، انسان را محروم میکنه. لذا الله میفرماید اینها پیرو هوای نفس هستند. اینها منتظر چی هستند؟ کی میخوان متذکر بشند؟ بعضی انسان ها هستند چنان قلبشون سیاه و چنان عمل کردشون منفی، انسان تعجب میکنه. همونطور که در این آیه الله عزوجل اظهار تعجب کرده، انسان تعجب میکنه این کی میخواد خوب بشه، کی میخواد اصلا برگرده به سوی خدا، کی میخواد توبه بکنه، مگر تا کی زنده است، مگر اطلاعی داره از عمر خودش؟ الله میفرماید فهل ینظرون الا الساعه، این انسان ها منتظر نیستن مگر منتظر قیامتند. مگه منظور اینه که آیا قیامت بیاد بعدا توبه میکنه؟ الله میفرماید که فهل ینظرون الا الساعه ان تأتیهم بغته، اینها منتظر نیستن مگر منتظر قیامت هستن که ناگهان بیاد. خب ناگهان بیاد فورا توبه کن، توبهت قبول میشه؟ الله میفرماید فقد جاء اشراطها، علائم قیامت آمد. علامت قیامت باید تو را بیدار کنه، باید تو را متنبه کنه. علامت قیامت چیه؟ علائم قیامت زیاد هستند، اما علائم قیامتی که در زمان این آیه ظاهر شده مثل بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم و انشقاق قمر است، دو نصف شدن ماه. چنانچه تفسیر ابن کثیر و تفسیر خازن گفته قال المفسرون من اشراط الساعه، مفسران گفتند از علائم قیامت چیه؟ انشقاق القمر و بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی دو نصف شدن ماه و یکی بعثت خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما علما که علائم قیامت را تقسیم کردند، اون علائمی که پیامبر عزیز ما فرمودند، این علائم را به سه دسته تقسیم کردند.
علامتهای بعیده، علامتهای متوسطه، علامتهای قریبه. بعضی علائم هستند که با خود قیامت فاصله دارند، مثل همین دو تا علامت که خواندیم، بعثت رسول الله، انشقاق قمر، وفات رسول الله. اینها علائمی هستند که نشون میدن قیامت نزدیک. اقتربت الساعه وانشق القمر، قیامت نزدیکه مردم. دلیلش چیه؟ وانشق القمر، قمر و ماه دو نصف شد. این یکی از علائم بود. اقترب للناس حسابهم، حساب مردم، حساب و کتاب، بازجویی، سوال و جواب نزدیکه، زیاد نمونده. پس اینا همه از علائم هستند. اما علائم متوسطه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده، این علائم در زمان ما هستند. در زمان رسول الله صحابه خیر القرون نبودند، ولی امروز در زمان ما هستند. این علائم خیلی زیاد هستند، بیش از شاید 70 تا علامتند که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند. مثلا در رابطه با زنها فرمودند از علائم قیامت اینه که زنها چنان پوششی دارند که پوشششون به ظاهر بدنشون را پوشیدند اما بدنشون عریان است. رب کاسیات عاریات، چه بسا زنهایی هستند که بدنشون پوشیده اما عریانن. علما گفتن منظور یا اینه که لباس داره اما لباس چنان نازکه که بدن پیدا میشه، یا لباسشون چنان تنگه که اعضای بدن نمایان هست. این دستشه، این پایشه، این بلان است، تشبیه سینهشه، یعنی خوب مشخصه. رب کاسیات عاریات رؤوسهن کاسنمة البخت، سرهایشون مثل کوهان شتره. خیلی از این علائم آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند که در نزدیک قیامت هست. اینها را علما گفتند علائم متوسطه. فرمودند که انسانهایی که تا دیروز تو کوه بودند، پشت گوسفندان بودند و عرض کنم رعاء الشاء بودند، گوسفندچرا بودند، اما آمدن تو شهر یتطاولون فی البنیان، تو ساختمان سازی و تو برج سازی با هم دیگه مسابقه دارن، رقابت دارن. این سعی میکنه ساختمان من شیکتر و زیباتر باشه، اون سعی میکنه مال من بلندتر و بهتر باشه. لذا رقابت تو این چیزها هست. و فرمودن همین انسان ها هستند که مادرانشون به عنوان کنیزشون هست، یعنی با مادر طوری رفتار میکنه که مادر مثل یک کنیز جلوش هست. مادر را امر و نهی میکنه، مادر را بد و بیرا میگه، مادر را عرض کنم که تشر میگه، به توپ و تشر میزنه به مادر میگه. لذا اینها همه از علائم است. فرمود دیگه از علائم قیامت اینه که پلیس زیاد میشه و شلاقهای مثل دم گاو به دست دارند و مردم را میزنند. فرمود از علائم قیامت این میشه که مردم ربا میخورند، رشوه میگیرند، اما عنوانهای دیگه زنا زیاد میشه و نام دیگه به خود میگیره. لذا اینها همه از علائم قیامت. فرمود که در نزدیک قیامت قتل و خونریزی زیاد میشه. فرمودند که انسانهای سرکار میآیند و در رأس حکومتها قرار میگیرند که ارزش و لیاقت را ندارند و انسانهای شریف و انسانهای با شخصیت عقب زده میشوند. اینها همه از علائمی هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان فرمودن. میبینید که ما دیگه گرفتاریم با این علائم. و علائم قریبه که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود ظهور دجال است، نزول عیسی علیه السلام است، طلوع خورشید از مغرب هست، یا فتنه یاجوج و ماجوج هست، دابت الارض هست و علائم دیگری که در احادیث هستند. اینها علائم قریبه هستند که بعد از اون دیگه قیامت متصله. لذا الله اینجا می فرماید که اینها منتظر چی هستند؟ قیامت ناگهان بیاد. فقط جاء اشراطها، قیامت علائمش آمده، هنوزم متذکر نمی شوند. فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، فانا لهم، خدا می فرماید اینا چه حالتی خواهند داشت وقتی که بیاید پیش اونها ذکراهم،
یعنی اون تذکر چه فایده برایشون داره؟ چون که اونجا یاد کردن تذکر قیامت فایده ای نداره، به دلیل اینکه وقتی که قیامت بیاد دیگه توبه قبول نمیشه، اون تذکر همه متذکر میشن قیامت شد، ولی توبه هیچ فایده ای برایشون نداره. پس چه سودی داره اون قیامت آمدن؟ بهتر اینه که هنوز نیامده انسان به فکر توبه و بازگشت به سوی الله. فاعلم انه لا اله الا الله. بعد از این تذکر الله عزوجل خطاب می فرماید حبیبش را، اما خطاب مورد خطاب من و تو هستیم، پس بدان یقین کن که هیچ معبود لایق عبادت و پرستش نیست به جز الله. پس انسان باید از الله حرف شنوی داشته باشد، از الله اطاعت کند، الله را سجده و کرنش بکند، بغیر از الله از هیچ کسی استمداد نطلبد. واستغفر لذنبک، این حالت اول است مع الله. حالت دوم مع النفس، برای گناهانت آمرزش به طلب، استغفار کن از خدا برای گناهانت. ببین پیغمبر ما از گناه معصومه، از گناه پاکه، خداوند ایشان را مغفرت فرموده، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، همه گناهان تو بخشیده شده. پیغمبران ما معتقدیم اصلا معصوم هستند. پس اینکه به پیغمبر گفته شده که از گناهانت، برای گناهانت مغفرت به طلب، یعنی چه؟ من قبلا اینا پاسخ دادم خدمت شما، دوباره عرض می کنم به صورت خلاصه. اول این که خطاب رسول الله را هست، مراد امت، یعنی ای امت، ای بنده خدا، ای تک تک افراد مسلمان ها، برای گناهانتون از خدا آمرزش بطلبید که الان وقتشه. اون وقت اگر بیاد اونجا دیگه جای بخشش نیست، بعد از اینکه مرگ بیاد، بعد از اینکه قیامت بیاد، بعد از اینکه در قبر انسان معذرت خواهی بکنه 100 تا استغفار بکنه. لذا الان وقت معذرت خواهی است، الان وقت استغفار است. و بعضی گفتن مراد از استغفار برای پیغمبر اینه که در مقابل الله عزوجل تواضع نشون بده، کسر نفس بکنه، هضم نفس بکنه، به خاطر اینکه رسول خدا صلی الله علیه وسلم گرچه جایگاهش بسیار بلنده، اما در مقابل الله عزوجل عبدالله است. چنانچه فرموده علامه آلوسی الاستغفار کنایت عما یلزمه من التواضع و هضم النفس والاعتراف بالتقصیر. در حق رسول الله استغفار یعنی تواضع در مقابل الله، یعنی هضم نفس و شکستن نفس، اعتراف به کوتاهی، لانه صلی الله علیه وسلم معصوم او مغفور، چون که رسول الله معصوم و مغفور است. سومین جواب اینه که منظور از ذنب زلات هستند، لغزشات هستند، لغزشات و زلاتی که از نظر ما گناه نیستند، حقیقتا گناه نیستند، اما خلاف اولا هستند. پیغمبر اونها را برای خودش گناه بزرگ میدانه. حسنات الابرار سیئات المقربین که قبلا بحثش به تفصیل شده. به هر حال الله عزوجل میفرماید که شما از خداوند برای خودت هم مغفرت بخواه، وللمؤمنین والمؤمنات، هم برای مؤمنین و هم برای مؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن. والله یعلم متقلبکم و مثواکم، خداوند میدانند متقلب شما را، متقلب یعنی گشتن شما را در دنیا، و مثواکم و جایگاه شما را در آخرت. در دنیا شما چه وضعیتی، چه شرایطی، به کجا میرسید، در آخرت جایگاه شما چیه، همه چیز را الله میداند. پس از الله معافی بطلبید که خداوند جایتون را، حالتتون را و شرایط شما را، هم شرایط دنیوی هم شرایط اخروی بهتر بکنه. و واقعا استغفار شرایط دنیای ما را هم عوض میکنه، تنها شرایط آخرت را عوض نمیکنه. در سوره مبارکه نوح داریم
هم سخنرانی نوح همینه، هم سخنرانی حضرت هود همینه. قرآن هم در سوره هود ذکر کرده، هم در سوره نوح ذکر کرده. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. نوح به قوم گفت، نوح برای پیش خدا شکایت میکنه، میگه خدایا من به این قوم گفتم که استغفروا ربکم، از خداوند مغفرت بطلبید، استغفار بخوانید. استغفروا ربکم انه کان غفارا، خداوند غفار است. یرسل السماء علیکم مدرارا، خداوند پیاپی آسمان را بر شما جاری می کند، یعنی باران می باراند. و یمددکم باموال و بنین، خدا شما را کمک میکنه، مال به شما میده، اولاد میده. و یجعل لکم جنات، باغات و آبادی ها به شما میده. و یجعل لکم انهارا، نهرها، جویبارها، آبادی، سرسبزی، شادابی میاره. لذا این سخن نوح هست، سخنرانی نوح هست که استغفار در دنیا هم باعث چی میشه؟ شرایط خوب زندگی میشه. پس استغفار بخوا، از خدا مغفرت بخوا. والله یعلم متقلبکم و مثواکم، شرایط زندگی و گشتن در دنیا را الله میدونه، گشتن در روز. و مثواکم، بعضی گفتن در آخرت، بعضی گفتن مثوا یعنی قرار گرفتن در شب. شب کجا پناه میبری؟ همه چیزت به دست الله است، الله میدونه. خب بخش اول سوره تا اینجا بود. بخش دوم سوره، چون سوره درباره جهاد است، از این به بعد ما میخوانیم سرزنش و توبیخ برای منافقین که همیشه در امر جهاد اینها موی دماغند، اینها مانعند، اینها مزاحمت میکردند و روحیه ها را تضعیف میکردند. الله میفرماید و یقول الذین آمنوا لولا نزل سوره، میگویند کسانی که ایمان آوردند چرا سوره نازل نمیشه. منظور از الذین آمنوا، جمهور مفسرین میگن یعنی مسلمانان مخلص منتظر بودند که خداوند دستور جهاد را در یک سوره به ما عنایت بفرماید. اما وقتی که جهاد نازل میشه منافقین میترسند. اما شیخ ما حسین علی رحمه الله میفرماید منظور از و یقول الذین آمنوا هم منافقین هستند، یعنی آمنوا باللسان، منظور کسانی که با زبان ایمان آوردند. اینها چه میگویند؟ و یقول الذین آمنوا، میگویند کسانی که ایمان آوردند با زبان، لولا نزل السوره، چرا سوره نازل نمیشه که در اون دستور داده بشیم با دشمنان دین بجنگیم. فاذا انزلت سوره محکمه، الله میفرماید هرگاه سوره محکم نازل میشه، محکم یعنی غیر قابل نسخ، سوره که منسوخ نمیشه. و ذکر فیها القتال، در اون سوره ذکر جهاد می آید، ذکر جنگ کردن و نبرد با دشمنان دین. رأیت الذین فی قلوبهم مرض، ببین صفات منافقین، خدا کنه ما این صفات را داشته نباشیم، ما اینقدر ترسو بزدل نباشیم. الله می فرماید می بینی کسانی که در دلهایشون مرض هست، مرض نفاق، میبینی اینهایی که مریض القلب هستند، ینظرون الیک نظر المغشی علیهم من الموت، نگاه میکنن به سویت ای محمد صلی الله علیه و سلم مثل نگاه کردنی که المغشی علیه، مغشی علیه اون کسی که بیهوش شده، غش کرده، مثل اون چشماش فقط تو حلقه میگرده، از بس که میترسه. از چی میترسه؟ من الموت، از مرگ میترسه. اینقدر بزدله، فکر میکنه که مرگ حتما تو راه جهاده، در حالی که مرگ هر جا بیاد میاد دیگه، تو تصادف هم میاد، تو خواب هم میاد، تو عرض کنم رخت خواب هم میاد، در حالت مریضی هم میاد، در حالت سلامتی و تندرستی هم میاد. لذا الله میفرماد فاولا لهم، فاولا لهم، علماء گفتن این اولا لهم دعای بد است، یعنی اهلکهم الله، خدا اینها را نابود کنه. و هو فی الاصل دعاء علیهم بان یرجع امرهم الى الهلاک. اولا لهم در واقع دعایی هست که
معنیش اینه که اونها امرشون برگرده به هلاک. یعنی چه؟ والمراد اهلکهم الله، مراد اینه که خدا اینها را هلاک بکنه، اینها را نابود بکنه. طاعت و قول معروف، اینها به جای اینکه ترس داشته باشند طاعتی انجام بدن برای خدا، عبادتی بکنند. و قول معروف، سخن نیک بزنند، سخنی جالب، سخنی که اون امر به معروف نهی از منکر بشه، سخنی که در اون دعوت به سوی الله باشد. این بهتر است برایشون. طاعت و قول معروف مبتداست، خیر لهم و امثل خبرش است، بهتر برای اینها، پسندیده تره. فاذا عزم الامر، الله می فرماید وقتی که امر قطعی شد، یعنی امر جهاد، دستور جهاد، فلو صدق الله لکان خیرا لهم، اگر با خدا صادق باشند بهتره برای اونها. این تشویقی هست برای منافقین که توبه بکنند، بیان با خدا صادق بشن. این چنین آیات نازل شد، دهها از منافقین توبه هم کردند، ترسیدند، دیدند که خداوند همه عیوب و اشکالات ما را داره میگه، باور کردند که این ذات عالم الغیب است، از اسرار ما خبر دارد، لذا توبه کردند. بنابراین الله می فرماید که اگر اینها با خدا صادق باشند، کاذب نباشند، ادعای تو خالی نباشند، مؤمن واقعی باشند، این بهتر است برای شما. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. الله تعالی می فرماید که فهل عسیتم به معنی توقع می رود، امید اینطور است یا احتمالش هست که ان تولیتم، اگر شما از جهاد سرپیچی بکنید، تولیتم عن الجهاد، از جهاد سرپیچی بکنید، دیگه طاعت و قول معروفی هم نمی کنید، کار خوبی نمی کنید، کار بد می کنید. چه کار می کنید؟ ان تفسدوا فی الارض، در زمین فساد، و تقطعوا ارحامکم، قطع رحمی، همه با خویشاوندان درگیر شدن، شما دیگه کار مفیدی ندارید. لذا منافقین که دارای این صفات هستند، اولئک الذین لعنهم الله، این افراد را الله لعنت کرده، یعنی از رحمتش به دور نگاه داشته. فاصمهم، الله عزوجل اینها را ناشنوا کرده. و اعما ابصارهم، و چشمهای اونها را هم الله نابینا قرار داده. یعنی خدای عزوجل چشمهای باطنی را، فهم را، درک حقایق را از اینها گرفته. اینها اگر واقعا به قرآن تدبر بکنند، قرآن را با تدبر مطالعه بکنند، هم میفهمند حقایق را. اینجا در واقع خداوند سرزنش میفرماید کسانی را که در قرآن تدبر نمی کنند. پس تدبر در قرآن یکی از عبادت هاست. بنده در روز اولم خدمت شما عرض کردم که یکی از حقوق قرآن تدبر در قرآن است. گاهی که قرآن میخوانید تدبر بکنید، فکر بکنید، بالخصوص در مطالبی که میفهمید. الله میفرماید افلا یتدبرون القرآن، چرا اینها در قرآن تدبر نمی کنند، فکر نمی کنند؟ ام علی قلوب اقفالها، بلکه دلهایشان، ام به معنی بل هست، بلکه بر دلهایشان قفل هست، دلهای اینها مهر زده، چیزی نمی فهمد. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، یکی از دلائلی که اینها به سوی هدایت نمی آیند و اینها از آیات الهی و مواعظ قرآنی متنبه نمی شوند، متذکر نمی شوند، غلبه و تسلط شیطان بر اونهاست. شیطان طوری کرده که اعمال نازیبا را جلوی چشمای اونها زیبا قرار داده. بسیاری از اهل خرافات و اهل شرک که قابل هدایت نیستند هم به همین دلیل که مثلا کار بد میکنه، فکر میکنه من دارم عبادت میکنم، بدعت میکنه، فکر میکنه من دارم احیای سنت میکنم، شرک میکنه، فکر میکنه من خدا را دارم عبادت میکنم. لذا کسی از عبادت و از طاعت توبه میکنه. منافقین همچنین، هرچی که بد میکنند فکر میکنن ما نیک میکنیم. الله میفرماید ان الذين ارتدوا على ادبارهم، بدون شک کسانی که برگشتند
پشت سرشان، یعنی دوباره به سوی جاهلیت و کفر رفتن. به ظاهر ایمان آوردن اما به باطن، در باطن دوباره رفتن به سوی شرک. الله می فرماید من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از این که هدایت برای اونها روشن شد، دین اسلام حقیقتش واضح شد، الشیطان سول لهم، شیطان برای اونها مزین کرده. سول لهم ای زین لهم و املا لهم، و شیطان به اونها امید داده. امید داده چی؟ که هنوز شما زنده میمانید، راه شما راه درستی هست، هنوز فرصت هم زیاد دارید. متاسفانه همیشه انسان را شیطان به همین صورت فریب میده، کار بدی انجام میده، افتخار میکنه بر کار نازیبایش، و هم شیطان میگه هنوز مهلت داری. اما منافقین که اینجا بحث منافقین است، خداوند میفرماید علت این که منافقین از هدایت و از ایمان و از تذکر محروم هستند، به دلیل اینکه اینها سر و کار دارن با دشمنان دین، با یهودی ها، با اونها ارتباط دارن. پیش اونها که میرن میگن ما با شماییم. خیلی ها هستند، بنده قبلا هم خدمت شما عرض کردم، ما وقتی که صفات منافقین را تو قرآن میخوانیم، ما فکر نکنیم فقط اینجا خدا به عبدالله ابن ابی میگه، به همون دوستانش که در کنار او بودن بر علیه رسول الله و صحابه توطئه میکردن. این صفات در هر زمانی هستند. ما قرآن را بیایم به روز تفسیر بکنیم، امروز هم هستند اینها. یک دستشون در کاسه و ظرف مسلمان ها هست، با اهل دینن، با اهل حقن، منافع خودشون را، منافعشون هر چی باشد، پست باشد، مقام باشد، رأی باشد، حمایت، پشتیبانی، هر چی باشد، منافع حزبی، منافعشون را اینجا میدونند. به ظاهر زبان چربشون اینجا هست، اما پشت پرده جاهای دیگه هم دستشون بنده. با کسانی در ارتباط هستند که اونها دشمنان قرآنند، دشمنان دینند، دشمنان ایمانند. لذا اینها قابل هدایت نیستند، چون این صفات همون صفات صدره، صفات اوله. ببین این صفات را که قرآن گفته، بعد تدبر کن، میبینی اطراف خیلی ها هستند. الله میفرماید ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله، این به سبب این است که اینها گفتن برای دشمنان دین. به چه کسانی گفتن؟ للذین کرهوا ما نزل الله، به اونهایی که قرآن را نمی پسندن. ما نزل الله قرآن است، اون چه که خدا نازل کرده، یعنی قرآن را دوست ندارن. منظور که یهودی ها هستن. اینها به دشمنان قرآن چی میگوین؟ سنطیعکم فی بعض الامر، در بعضی از امور ما با شماییم. ما الان به ظاهر با مسلمانانیم. خیلی ها هستند که شاید به ظاهر با اهل دینند، اما در باطن به خاطر منافع سیاسی خودشون، اما در باطن با اهل باطلند، با اهل شرک و دشمنان قرآنند. لذا الله می فرماید والله یعلم اسرارهم، خداوند نقشه های مخفی اینها را میدوند. اینا فکر میکنن که به سر مسلمانان کلاه میگذارند، اینا فکر میکنن که اهل دین را فریب میدهند، شاید امتیاز بگیرند، شاید به نوایی برسند، وعده های میکنند فردا خلف وعده میکنند. اینا فکر میکنند. الله میفرماید که خداوند همه نقشه هایی که به صورت مخفیانه اینها دارند، چه برنامه ریزی میکنند، چه ظلم ها و ستم هایی که میخوان بکنند، الله از همه با خبره. لذا خدای عزوجل برای این افراد تخویف دنیوی بیان میفرماید و اخروی، هم بیم میده از گرفتش و از مؤاخذش در دنیا و هم در آخرت. الله میفرماید فکیف اذا توفتهم الملائکه، چگونه خواهد بود وقتی که آنها را ملائکه میمیرانند، ملائکه جان اونها را میگیرند. ببینید ملائکه گفت، ملائکه صیغه جمع است. معلوم میشه که ملک موت، ملک الموت یکی نیست.
هزاران و میلیون ها هست. اسرائیل در رأس کاره. چون بعضی وقتا مردم سوال میکنن در آن واحد، در لحظه واحد هزاران نفر میمیرن، تو امریکا میمیرن، تو اروپا میمیرن، تو آسیا میمیرن، همه را اسرائیل چطور جانشون را میگیرد؟ بس ملائکه جان میگیرند. اسرائیل فرماندهی را به دست دارد، مدیریت را در اختیار دارد، اما میلیون ها مأمور دارد. لذا وقتی که انسان ها جانشون گرفته بشه، صدها فرشته، هزاران ملک اونجا چی میشن؟ حاضر میشن. لذا الله میفرماد فکیف اذا توفتهم الملائکه، چگونه خواهد بود وقتی که این انسان های منافق را ملائکه روحشان را میگیرن، یضربون وجوههم و ادبارهم، میزنند چهره هایشون را و پشتشون را. ملائکه وقتی که روح انسان را قبض میکنه، در همون زمان عرض کنم توپ و تشر شروع میشه، کتک شروع میشه. از آیه معلوم میشه، در حدیث شریف هم است که ملائکه رحمت وقتی که پیش نیکان میآیند، با چه رفقتی، با چه محبتی، با چه شفقتی، لذا روحش را میگیرند در دستمال ابریشمی، اونطوری که مراد هست، والله اعلم. اما ملائکه وقتی که ملائکه خشم و غضب و عذاب که بیایند، کسی که میخواد جان بده، انسان فاجر و فاسق و کافری باشد، میزنن اون را. یالله، اینجا معلوم میشه که هم چهرهش را میزنند، تو گوشی بهش میزنند، سیلی میزنند، و هم پشتش را میزنند. و در حدیث میگن که یالله روحت را بیرون کن. اون نمیخواد، هی درگیره. از یک طرف فرشته میخواد روحش را بگیره، این چون که میدونه بعد از این خیلی خطرناکه برای من، نمیخواد از این دنیا بره. لذا الله میفرماید یضربون وجوههم و ادبارهم، میزنند چهره هایشون را و پشتشون را میزنند، شلاق میزنند. چرا این بدبخت از همین ابتدا با عذاب و با بدبختی مواجهه؟ به دلیل اینکه ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله، این به دلیل این هست که این انسان ها پیروی کردند از اون مسائلی که الله را به خشم میاره. اینها دنبال گناه بودند، دنبال معصیت بودند، دنبال فتنه و فساد بودند. و کرهوا رضوانه، و اینها نپسندیدند رضای الله را، رضای مولا را اینها ناپسند داشتند. فاحبط اعمالهم، الله اعمال اینها را چی کرد؟ برباد کرد، تباه کرد. عملی دیگه برای اینها نمونده، همش سیئات و بدیها مونده. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم. اینجا زجر و توبیخ برای منافقین. خداوند واقعا رحمان است، مهربان است. رحمان صفت خداست که شامل کافرم میشه، شامل مؤمنم میشه. اما رحیم نه، رحیم فقط شامل مؤمن میشه. به همین خاطر من در سوره فاتحه هم خدمت شما عرض کردم، در مناجات بعضی گفتن یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره، یعنی ای ذاتی که تو رحم میکنی در دنیا. در دنیا خدا هم به کافر نان میده، هم به مسلمان میده. به کافر سلامتی و تندرستی میده، به مؤمن هم میده. اما در آخرت فقط به مؤمن میده، به کافر هیچ خیری نمیرسد. خب یکی از اثرات رحمان در دنیا اینه که خدای عزوجل همونطور که آبروی مسلمان را در دنیا حفظ میکنه، آبروی منافق را هم حفظ میکنه. گاهی ما شاید از روی هوای نفس باشه یا از روی احساسات بیجا باشه، ما گاهی میگیم چرا منافقین این همه کارشکنی میکردند، این همه خیانت میکردند، چرا خدا اینها را برملا نکرد، چرا نامشون را نگفت تا همه بشناسن اینا منافقند. اما دنیا دارالجزا نیست که خدا در همین دنیا عذاب بده و جزا بده. لذا خداوند اسامیشون را ظاهر نکرد، حتی برای رسول الله مشخصشون نکرد مگر تعدادی را. در اینجا هم خداوند به پیغمبرش میگه شما با علائم میشناسید، ما اگر بخواهیم نشونتون میدیم،
اما خدا پرده‌دری منافق را هم نمیکنه در دنیا. چقدر مهربان است، چقدر رحمان است. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض، آیا میپندارند کسانی که در دلهایشان مرض نفاق است، لن یخرج الله اضغانهم، اینکه خداوند هرگز حقد و کینه درونی اونها را ظاهر نمی کند. اونها درونشون آتش بود، درونشون بغض و کینه و عداوت بود. الله میفرماید یک روزی این کینه و این بغضشون چی میشه؟ ظاهر میشه. ولو نشاء لاریناکهم، اگر ما بخواهیم ما به شما نشونشون میدهیم ای محمد رسول الله، یعنی من خدا اگر بخوام به شما نشون میدم این منافقین کیا هستند. اما خدا نمیخواد. ببین خدا چقدر رؤوفه، چقدر مهربانه که حتی منافقین که هیچ خیری درونشون نیست اونها را هم خدا پرده دری نمیکنه. لذا میفرماید که لاریناکهم، ما اگر بخوایم به شما نشان میدهیم، ولی فلعرفتهم بسیماهم، شما میشناسید اونها را با سیمایشان، با علائمشان. منافق معمولا چرب زبانه، قسمهای غلیظ و قسمهای بزرگ میخوره و هی اظهار ارادت میکنه، اظهار محبت میکنه، چاپلوسی میکنه. ولتعرفنهم فی لحن القول، شما میشناسید آنها را در لحن قول، وقتی که سخن میگویند از لحنشون میشناسید. بعضی وقتا خداوند به بعضی از بندگان مؤمن هم این فراست را میده. این علم غیب نیست، این فراست است. کسی میاد به شما نسبت به شما اظهار محبت میکنه، شما تشخیص میده از ته دل است یا همینطور ظاهریه به خاطر منافع است. لذا الله میفرماید که والله یعلم اعمالکم، این ترغیب به سوی اخلاص. خداوند اعمال شما را میدوند ای مسلمان، ای انسان ها، هر کارتون برای خدا باشد، خدا از حقایق خبر دارد. لذا الله عزوجل یک روزی درون اینها را نشون میده و همچنین خداوند به وسیله جهاد، به وسیله اعمال و تکالیف شاقه مؤمن و منافق را از همدیگه متمایز و جدا میگرداند. یکی از امور جهاد است. الله میفرماید ولنبلونکم، حتما ما می آزماییم شما را به وسیله جهاد. گاهی برای ما هم مشکلات می آید، مشکلاتی برای اهل دین می آید، مشکلاتی برای مسلمان ها می آید. اینجا هم خدا میخواد نشون بده که کی راسخ فی العقیده هست، کی سسته، کی مؤمن واقعی دلسوز خیرخواه هست، کی واقعا میره سر خودش را پناه میکنه تا حداقل همون رزق و روزی خودش قطع نشه. الله میفرماید ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین، ما شما را با امور شاقه، با امور سخت امتحان میکنیم حتی که ما ظاهر کنیم. خدا که علم داره، این نعلم به معنی چی هست؟ علم ظهور، ای نظهر، تا که ظاهر کنیم، مشخص کنیم، حتی که ما ظاهر کنیم مجاهدین را از شما، و الصابرین، اونهایی که در راه الله صبر و استقامت دارند، و نبلو اخبارکم، ما میخواهیم اخبار شما را مورد امتحان قرار بدهیم. حال اینجا انسان ها دو گروهند. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بدون شک کسانی که کفر کردند و از راه خدا باز داشتند، و شاق الرسول، کسانی که با رسول مخالفت کردند، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه هدایت برایشان ظاهر شد، لن یضر الله شیئا، اینها هرگز به خدا ضرر نمیرسانند. امروز هم هستن متاسفانه منافقینی که شاید از دست بعضی مسلمان نماها آسیب دیدند، ضرر دیدند، اما مخالفت با رسول الله داره نشون میده. خیلی الان فتنه ارتداد است تو فضاهای مجازی، گاهی مطالب انسان میخونه، مثلا از دست فردی ناراحته،
از دست آخوندی ناراحته، از دست یک مذهبی ناراحته که در حقش ستم کرده، یا حکومتی که در حقش ظلم کرده. الان تاخت و تازش بر قرآن است، بر رسول الله است، بر اسلام. اسلام را بد و بیرا میگه. لذا اینها به خدا ضرر نمیرسانند، این آخرت خودشون را خراب میکنند، بدبخت میشند. لذا الله میفرماید ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بدون شک کسانی که کفر کردند و باز داشتند از راه خدا، و شاقوا الرسول، و کسانی که مخالفت کردند با رسول، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه هدایت برایشان روشن شد، بعد از اینکه قرآن همه چیز را مشخص کرد، اینها با کفرشان، با بی‌ادبی هایشان، با گستاخی هایشان، لن یضر الله شیئا، اینها هرگز خدا را ضرر نمی رسانند، و سیحبط اعمالهم، الله ان قریب تمام اعمالشون را تباه می کند، برباد می کند. لذا الله عزوجل به ما مسلمانان خیرخواهی می کند و می فرماید شما سعی کنید عملتون ضایع نشه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ای مؤمنین شما در زندگیتون اطاعت الله را و اطاعت رسول الله را لازم بگیرید. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمالتون را باطل نکنید بنسبت به مخالفت الرسول و شرک. شما شرک نکنید، مخالفت رسول الله نکنید که اعمالتون ضایع میشه، اعمالتون تباه و برباد میشه. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اونجا ما خواندیم صفات مشرکین را، اینجا هم همون صفات را میخوانیم، اما فرقش اینه که اینجا تخویف اخروی اضافه هست بر اون صفات. تخویف اخروی چی میشه؟ مرتب میشه. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بدون شک کسانی که کفر کردن خودشان، وصدوا عن سبیل الله دیگران را هم از راه خدا باز داشتند، از طریق تبلیغات، از طریق رسانه، از طریق ماهواره، فضای مجازی مبارزه میکنن با مذهبیون، با اهل دین، با اهل قرآن. الله می فرماید ثم ماتوا وهم کفار، سپس اینها میمیرند در حالی که کفارند، یعنی با کفر میمیرند و از این دنیا میروند. فلن یغفر الله لهم، این نتیجه اخروی هست، خساره اخروی. هرگز خدا اینها را نمی بخشد. کسی که با کفر از این دنیا بره، الله نجات بده ما را، هرگز خدا اون را نمی بخشه. لذا آخر الله عزوجل خطاب می فرماید به ما مسلمانان، فلا تهنوا، ای بندگان من شما سست نباشید، ولتدعوا الى السلم و انتم الاعلون، و شما این تدعو عطف بر فلا تهنوا، یعنی شما به سوی صلح نخوانید زمانی که شما چی هستید؟ شما پیروز هستید، شما غالب هستید. منظور چیه؟ گاهی در نبرد با دشمنان هستیم، شرایط جنگی ما شرایط خوبی هست، ما دست بالا را داریم و شرایط به نفع ماست. الان میاند پیشنهاد میکنن آتش بس، الله میفرماید شما الان آتش بس را نپذیرید که این تاکتیکی هست، این نیرنگی هست و توطئه‌ای هست برای شما، برین تا پیروزی. فلا تهنوا ولا تدعوا الى السلم، شما صلح را نپذیرید، شما به سوی صلح نخوانید. البته وقتی که شرایطی بود که صلح برای ما بهتره، خدای عزوجل به ما اختیار داده، اونجا ما صلح را پیشنهاد میکنیم، اما اینجا میفرماید به سوی صلح فرا نخوانید و انتم الاعلون، زمانی که شما چی هستید؟ پیروز میدان، شما برتر میدان. اما وقتی که دیدیم شرایط طوری هست،
خدای عزوجل به بندگان مؤمنش فراست داده، یک دنده نباشیم، به هر شرایطی بگیم باید بجنگیم. در بعضی شرایط امکان داره جنگ به ضرر ما باشد. بعضی ها این حکمت های قرآنی را نمی بینند، فقط وقاتلو را می خوانند، بجنگید. نه، در شرایطی که جنگ به نفع ماست می جنگیم، در شرایطی که صلح به نفع ماست صلح می کنیم. چنانچه روی همین آیه امام ابن کثیر رحمه الله در تفسیر ابن کثیر نوشته فاما اذا الكفار فیهم قوة و کثرة. اما زمانی شرایط طوری بود که کفار قدرتشون بیشتر بود و زیادتر بودن، بیشتر بودن به نسبت الى جمیع المسلمین، نسبت به همه مسلمانان. و رأى الامام فی المهادنة والمعاهدة مصلحة. و امام مسلمانان، کسی که در رأس مسلمانان هست، امیر مسلمانان، اون به صلاح مسلمانان میبیند که صلح بکند و معاهده ببنده، قرارداد ببنده. فله ان یفعل ذلك، برای امام مسلمین هست که این کار را بکند، یک دنده‌ای نکند و همش جنگ نکند، جنگ نگوید. کما فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم حین صده کفار قریش عن مکه. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم در معرکه حدیبیه که انشاءالله در سوره فتح میخوانیم همین کار را کردند. وقتی که کفار قریش اون را نگذاشتن به مکه بره، اجازه ندادن بره چی کنه؟ عمره بکنه. دعوه الى الصلح و وضع الحرب، کفار را به سوی صلح فراخواند و گذاشتن اسلحه. لذا وقتی که شرایط ناجوری باشد باید ما بر اساس شرایط پیش بریم، بر اساس تدبیر پیش بریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود الحرب خدعه، جنگ نوعی سیاست است، فریب دشمن است، تاکتیک است. لذا از این تاکتیک ها که خداوند ما را اجازه داده باید حد اکثر استفاده را داشته باشیم. لذا الله می فرماید که وقتی که انتم الاعلون هستید، شما پیروز میدانید، شما دست بالا را دارید، سست نشید، به سوی صلح هم پیشنهاد ندهید. والله معکم ولن یترکم اعمالکم. علت اینه که خدا با شماست، خدا شما را موفق میگرداند. این در دنیاست و در آخرت ولن یترکم اعمالکم، هرگز اعمال شما را خدا ضایع نمیکنه. شما نتیجه این اعمال، این ایثار، این از خودگذشتگی، این رشادت ها را دریافت خواهید کرد. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. ببین چیزی که مانع جهاد میشه همینه. در آخر خداوند مانع جهاد را ذکر کرده، زرق و برق دنیا، تجملات دنیا، انهماک و غرق شدن در لذات دنیا. اینقدر انسان نباید دل ببندد، به قدری که حتی نسبت به احکام الهی انسان اکراه داشته باشد، نسبت به جهاد اکراه داشته باشد. الله می فرماید انما الحیات الدنیا لعب و لهو. جز این نیست که زندگی دنیا لعب و لهو است، بازیچه و سرگرمی است. حقیقتا بازیچه و سرگرمیه. انسان زحمت میکشه، ساختمانش را میبنده، باغش را درست میکنه، 10 سال 20 سال 30 سال الان میمیره، همین چیز میمانه. انسان بیهوده داره میکنه. و این تؤمنوا و تتقوا، اصل تو دنیا اینها ارزش دارن. اگر شما به خدا ایمان داشته باشید و تقوا داشته باشید، ایمان، تقوا، خدا ترسی، یؤتکم اجورکم، الله به شما اجور و پاداش شما را میده. ولا یسألکم اموالکم، الله اموال شما را از شما نمیخواد. مالتون را همه را در راه خدا بدی، نه، یک بخشی را، یک چهلم را. این یسألکموها فیحفکم، اگر خداوند از شما تمام مال را بخواد، فیحفکم، احفا میگویند از پایین، از ریشه، یعنی همه مال را بخواد به صورت مبالغه، تبخلو، اون وقت شما بخل میکنی، شما نمیدهی. به این خاطر خدای عزوجل بر اساس توان شما،
بر شما احکام را لازم میکنه. الله میفرماید بخشی را بده، بخش اندک و کوچکی را بده. و یخرج اضغانکم، اون وقت کینه های شما و حقد های شما را خدا ظاهر میکنه. در پایان الله عزوجل مجددا پایان سوره زجر برای منافقین بیان میفرماید که ای منافقین شما صفاتتون اینه، اگر ادامه بدهید خداوند قادره که شما را از این دنیا ببره، گروه های دیگر، انسان های دیگر، افراد دیگر را جایگزین شما قرار بده و اگر توبه بکنید به نفع شماست. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، آگاه باشید، خبردار، شما اینهایی که حاضر هستید، تدعون، شما فرا خوانده می شوید تا که خرج کنید در راه الله، لتنفقوا فی سبیل الله. منافقین یکی از صفات بارزشون بخل بود، مال دادن خیلی برایشون سخت بود. این صفت در ما مسلمان ها هم هست، خیلی صفات هستن که در میان مسلمان هست، خیلی مسلمان ها هستن که از نظر عملی نفاق دارن. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود آیت المنافق ثلاث، علامت منافق سه تا هستند. اذا حدث کذب، سخن میگوید دروغ میگوید. اذا وعد اخلف، وعده میکند خلف وعده میکند. اذا اؤتمن خان، وقتی که امین قرار میگیرد به جای اینکه راز مردم را مخفی نگه در خانه خیانت میکند و افشاء سر میکند. قرآن میگه درباره منافقین اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، وقتی که میخوام به نماز برند کسلند، نماز مثل کوی بر از کنم شانه هایشون هست. این صفات مگه در ما نیست؟ صفات هست. لذا ببینی خطاب ما نباشیم اینجا، این صفات را ما میبینیم در وجود ما هم هست. الله میفرماید شمایی که فرا خوانده میشوید تا در راه خدا خرج کنید، فمنکم من یبخل، بعضی از شما هستند که بخل میکنند، زورشون میاد مال بدن در راه خدا. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، اینو بدونید که هر کسی بخل بکند در واقع بخل کرده از خودش، به خودش رحم نمیکنه. چرا؟ چون که این مالی که تو داری میدی در واقع برای خودت میفرستی، اونجا میفرستی. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، هر خیری، هر مالی که شما در راه خدا بدهید پیش خدا میبینید. لذا اینایی که بخل میکنند از خود بخل میکنند، بعضیا بخل میکنند هیچی در راه خدا نمیدند، همه را میگذارند. برای کی میگذارند؟ برای فرزندان و اولاد. چه بسا فرزندان هستند که این مال را تبدیل به دود میکنند. اما اونه که این مال را میده، به وسیله این مال عرض کنم که جهاد میشه، به وسیله این مال تعلیم میشه، به وسیله این مال مسجد ساخته میشه. خب در واقع این مال را با خودش برد، به آخرت برد. پس کسی که بخل میکند انما یبخل عن نفسه، به خود بخل میکند، نمیخواد خودش استفاده بکنه از این مالش. والله الغنی و انتم الفقراء، خدا که نیازی نداره، فقیر شما هستید، نیازمند شما هستید. این پول را میلیون تومان را میده، خودت فردا نیازمندی همین میشی، پس اینو برای خودت میدی. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اما اگر شما اعراض کنید، سرپیچی بکنید از دستور خدا و دستور خدا را نادیده بگیرید، خدا هم برای شما پروایی ندارد. یستبدل قوما غیرکم، تبدیل میگرداند شما را به قومی غیر از شما. یعنی خداوند بعداً یک قومی میاره به جای شما که اونها مثل شما نخواهند بود. غیرکم در چی؟ در صفات، یعنی مثل شما صفات نفاق ندارن، اونا صفات ایمان، صفات اخلاص، صفات ایثار، صفات جود و سخا در میانشان خواهد بود. ثم لا یکونوا امثالکم، اون قوم را که خدا بیاورد اون قوم مثل شما بخیل و بزدل نخواهند بود. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اله العالمین یا رب ما را بر این مسیر درست، بر مسیری که قرآن راهنمایی میکند، بر مسیری که تو از آن مسیر حمایت میکنی و راضی و خوشنود هستی، بر این مسیر گامزن بفرما. پروردگار ما را دیندار بگردان، ما را مخلص بگردان، ما را از صفات نفاق و اهل نفاق بدور بدار. اله العالمین دنیا و آخرت ما را اصلاح بفرما، اعمال ما را اصلاح بفرما، اخلاق ما را اصلاح بفرما، تقوای ما را درست بفرما، ایمان ما را درست بفرما. اله العالمین آخرت ما را اصلاح بفرما، دنیا و آخرت ما را آباد بگردان، مشکلات ما را در دنیا حل بفرما. پروردگار پریشانی ها را دور بگردان، مشکلات مسلمین را که امروز هر جا کتک میخورند، هر جا بر سرشون ظلم و ستم هست، حل بفرما. پروردگار به مسلمانان غیرت و حمیت دینی عنایت بفرما. پروردگار کلمه مسلمانان را واحد بگردان، وحدت عنایت بفرما. بر یک مسیر قرارشون بده، بر مسیر قرآن و سنت. مجد و عزت و شکوه گذشته مسلمانان را برگردان. اله العالمین پروردگارا ربا بر ما لطف بفرما، خیرات دنیا و آخرت را نصیب به ما بگردان، فهم قرآن را به ما نصیب بگردان، عمل به قرآن را به ما توفیق عنایت بفرما. ما را همواره از شاگردان قرآن بگردان و ما را توفیق بده اون چه که حق این کتاب بزرگ هست به نحو احسن انجام بدیم. از ما راضی و خوشنود باش مولا و همواره ما را در راه رضایت موفق و گامزن بفرما. گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما. کسانی که هنوز عمر دارند و فرصت دارند توفیق طاعت و بندگی نصیب بفرما. بی اولادان را اولاد بده، کسانی که اولاد دارند اولاد را صالح و نیک بگردان. همه نوع مشکلات حل بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا رحمن. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.